علیکم. سلام و درود، خسته نباشی. ما به هر حال برای من توفیقی بود که صدای جنابعالی رو، سرکار خانوم رو، مادر عزیزمون شهید میکائیل رو ما خدمتتون هستیم. بدون شک ما بچه رزمنده ها باورمونیه که روح شهدا همراه ما هستند، بر ما ناظرند، ما رو میبینن و امیدوارم که انشالله با دعای خیر شما همه خانواده شهدا هر کجا هستیم انشالله بتونیم راه این شهدا رو پیش ببریم، انتقام خون این شهدا رو بگیریم، عزت کشورمون رو، اسلام رو انشالله پیش ببریم، انتقام خون امام شهیدمون رو بگیریم. ممنونم. منم سپاسگزارم بابت زحماتی که شبانه روزی دارید میکشید واسه این کشور و این انقلاب و این مسیر الهی. امیدوارم که بمونی واسه ایران تا پای جان، که من سرباز شما هستم. ما هم این فرزندی که داشتیم تقدیم این راهش کردیم و اگر دوباره برگردیم و 10 تا میکای دیگه داشته باشیم و تو این مسیر و تو این برای این انقلاب، برای این کشورمون هدیهش میکنیم واسه خاکمون، واسه راهمون. دستون در نکن. مادر میکائیل از ته دل برای شما و کشور عزیزم دعا میکنم که در هر زمینه پیروز و موفق باشید و از خداوند و میکائیل میخوام که همراه شما باشه و انشاءالله که کشورم ایران همیشه پیروز هست و خواهد بود. انشالله شاهد موفقیت های بیشتری هم در بعد مسائل اقتصادی مردم که من در مصاحبه اون شب گفتم امروز بعد از میدان و دیپلماسی که انشالله با موفقیت و سرافرازی پیش بریم و حضور مردم تو خیابون، همه بود دست به دست هم بدیم انشالله مشکلات مردم رو هم حل کنیم با دعای خیر شما. من از ته دل برای شما دعا میکنم انشالله که خداوند به شما و همراهانتون عزت و سلامتی بده. انشالله. خیلی ممنون از دعای خیر شما. خدا میسپارم انشالله به سلامتی و موفقیت. شب شما بخیر. خدا خدا نگهدار.